خفن تاجیکستان. این ویدیو در مورد اجزای تاجیکستانه. من و شکیرا بهش ریاکشن رفتیم و واسهتون آماده کردم. امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برید و ببینید. Let's go. خب بچه‌ها، ایران اینترنشنال گرفته. این صدای ساز و نوای تاجیکی در پایتخت دولت کویت چنین انداز است. سالار کنسرتی شیخ جابر و احمد، بزرگترین موضع کنسرتی این کشور، میزبانی اهل هنری تاجیکستان است. ها اینجا سوئد نیست، کویت فکر کنم، چون نوشته کویت. جشن روز استقلال تاجیکستان در کویت. چه لباسای خوشگل. این کنسرت هنر موسیقی و رقص مناطق مختلفی تاجیکستان و معرض تماشا. چه لباسای خوشگلی. من در مورد تاجیکستان خیلی شنیده بودم که فرهنگشون، لباسشون و خیلی چیزاشون به ما شباهت داره و امروز وقتی اومدم این کنسرت رو دیدم واقعا خیلی نزدیک به ما هستش. زبان خیلی شیرین و قشنگی دارن، مخصوصا زمانی که برنامه بودش و من روی بک‌گراند کشور تاجیک رو دیدم، حس کردم که باید یه سفر به کشور تاجیک برم. منم همینجوری. این کنسرت در دایره روزهای فرهنگی تاجیکستان در کویت برگزار شد. نمایشگاه هنرهای مردمی و باستانی تاجیکستان هم بخش از این رویداد بود. حدود 50 هنرمند در رأس وزیر فرهنگ تاجیکستان و کویت سفر کردند تا میراث باستانی و دستاورد امروز خود را به مردم این کشور معرفی کنند. تاجیکستان دارای تاریخ و فرهنگ باستانی و زیباست. من به 88 کشور دنیا سفر کردم، از جمله به کشور تاجیکستانی و برای پیروانم در اینستاگرام برنامه تهیه کردم. جذابیت‌های تاجیکستان خیلی زیادند و هر کدام از بحر تاریخ سرچشمه داشتند. اینجا در سفارت تاجیکستان در کویت با حضور نمایندگان دیپلماتی و مقامات بلندپایه این کشور روز استقلال تاجیکستان تجلیل شد. در چند سال اخیر زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت به عنوان شیخ السفرا انتخاب شده است. شیخ السفرا، این مدیر فرهنگ تاجیکستان انتخاب شده توی کویت. کویت کشور آزادیه دیگه، پادشاهی سلطنتی. تاجیکستان به قدری زیبایی داره، به قدری. تاجیکستان پاره تن ایرانه. حالا توی یه قسمت داریم که حالا نمیدونم گرفتم یا در آینده میگیرم که اگه گذاشتم لینکشو میذارم واسهتون، در مورد سرود ملی تاجیکستانه که بازخوانی هم کردنش بچهای ایران. خیلی خفنه. در آستانه برگزاری این روزهای فرهنگی تاجیکستان، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز با یک سفری رسمی به کویت سفر کرده بود. آفرین. کویت در میان کشورهای عرب از اولین های بود که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرد و سال 1995 میان این دو کشور روابط دیپلماتیک برقرار شد و رئیس جمهوری تاجیکستان هم اولین سفرش به کشورهای عربی همین کشوری کویت بود. آفرین. قابل ذکر است که در حال حاضر در کویت بیش از 50,000 مردم فارسیگو به سر میبرند که تعداد آنها از این برنامه‌های فرهنگی تاجیکستان که میراث مشترک آنهاست بازدید کردند. بیشک. شهناز کاملزاده، کویت. واقعا میراث مشترک ما و بچه‌های تاجیکستان فرهنگمونه، زبونمونه، تکه بین هممون مشترکه. اصلا یکی هستیم ما، تاجیکستان و ایران و افغانستان. واقعا یک. داستان امروز تاجیکستان داستان خوشی و شادی است. هنرمندان تاجیک از مهمانان خارجی که از کشور 9 میلیونیشان در قلب آسیای 9 میلیون جمعیت داره تاجیکستان بچه‌ها مرکزی دیدن می‌کنند، با ساز و سرود و پایکوبی چه شیپورای گنده. 28 سال پس از استقلال پایتخت توسعه یافته و خیابان‌هایش پرزرق و برق شده. یکی از نعمت‌های بزرگ استقلالیت در
آن است که اکنون ما را در جامعه جهانی همچنین یک دولت صاحب اختیار و حقوق بنیاد میشناسند. و اگر تاجیکستان را به یک جوانی 28 ساله قیاس کنیم، الکی دستاوردهای بی‌نظیر را به دست آورده است. تاجیکستان تقریبا الان 30 خورده ساله که تاجیکستان به استقلال رسیده و از شوروی جدا شده. من یه مستندی دارم بچه‌ها در مورد تاجیکستان، خب توی کامپیوترم دارم که اگه دوست داشتین بهش ریاکشن میدیم. یه مستندیه که بچهای ایران درست کردن در مورد ایرانیایی که توی تاجیکستان هستن، یه 40-50 دقیقه میشه. خیلی قشنگه، خیلی خفنه. اگه دوست داشتین بگین که ریاکشن بریم اون مستند رو با هم دیگه بذاریم و نگاه کنیم و تحلیل کنیمش. این سنگینه برای استقلال پرداخته. مدتی از استقلال نگذشت که اختلافات سیاسی شیرینی آزادی را به تلخی جنگ داخلی که اینجا جنگ شهروندی میگویند تبدیل کرد. جنگی که پس از استقلال در سال 1992 شروع شد 5 سال به درازا کشید و هزاران کشته و آواره بر جا گذاشت. برادرکشی. اما تاجیکستان توانست موافقتنامه صلح مسکو را امضا کند تا زمینه ایجاد حکومت مشترک با نیروهای اسلامگرا فراهم شود. آفرین. هرچند این گروه‌ها رفته به حاشیه رانده شدند. خاطرات جنگ داخلی اما همچنان کابوس تاجیکان. امام علی رحمان در جوانی قدرت را به دست گرفت و امروز همچنان پدر ملت خوانده می شود. امام علی رحمان بچه مگه رئیس جمهور نیست؟ پس چرا هر 4 سال عوض نمیشه؟ هر 4 سال مثلا انتخابات نمیشه؟ مگه پادشاه یا رهبر شایدم که از اون 30 سال پیش تا الان همچنان هست؟ نمیدونم، ولی مرد بزرگیه، واقعا انسان بزرگیه امام علی رحمان. ملتی که سخت میکوشد کشور زراعتیشان را به مرحله صنعتی برساند. 16 نوامبر سال گذشته برگزار گردیده بود، وقتی زیادی نگذشته است و الکی تا امروز در نیروگاه 570 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال میکنم که برای خودکفایی انرژی برق و صنعت تاجیکستان گام بلند است. نیروگاه برق راغون بزرگترین پروژه تولید برق تاجیکستان خواهد بود. این پروژه کمک بزرگ آب زلالیه. پشت سرش نگاه کن چه آب زلالیه بچه‌ها. من یه ویدیو گرفتم اون تاجیکستان، لینکشو میذارم نگاه کنید، خیلی قشنگه. آبشو نگاه کن چه زلالیه. اقتصاد در حال رشد تاجیکستان است. انگار چیه؟ انگار ضد یخه. بیشترین تولید برق تاجیکستان در درون کشور تولید میشه، اما اجرایی شدن پروژه راغون میتونه برق مورد نیاز افغانستان را تا حد و مهمتر از آن برق مورد نیاز پاکستان را تولید کنه. از این جهت بسیار به این پروژه یک پروژه منطقه‌ای میگن. این پروژه با ارتفاع برق افغانستان و پاکستان هم بخشیشو تاجیکستان تأمین میکنه. بی‌نظیره. 335 متر و ظرفیت 3600 میگاوات برق بلندترین نیروگاه آبی منطقه خواهد بود. تاجیکستان که در زمستان با کمبود برق روبروست، با اجرایی شدن این پروژه که 25,000 نفر در آن کار میکنند خودکفا می شود و مازاد برق خود را به افغانستان، پاکستان و ازبکستان میفروشد. آفرین. مردم تاجیکستان با حفظ تمدن قدیم خراسانی و رابطه دیرینه با روسیه آهسته آهسته به غرب هم نگاه میکنند. آفرین. نجفی‌زاده، ایران اینترنشنال، شهر دوشنبه. میگه که درسته که تاجیکستان مثلا داره خودشو پیدا میکنه و اینا، ولی چشم به آینده هم داره و به اروپا نگاه میکنه که میخواد پیشرفت کنه دیگه. بله تاجیکستان چرا نتونه پیشرفت کنه؟ تاجیک‌ها به شدت با استعدادن، به شدت با فرهنگن، با اصالتن و مطمئناً که میتونن که زندگی راحتی واسه مردمشون درست کنن. به امید راحتی زندگی کلا فارسی زبونا در منطقه. چاکر بچه‌ها، لایک کامنت و ساب یادتون نره. تا دیدار دیگر، بدرود.